مرد خسیس. قصه. راوی رفیع‌زاده نرزووا. با امر تصادف خسیس در آب غرق می گردد. با وجود کوشش و تلاش‌هایش نمی تواند خود را از آب بیرون کند. مردم به کمک او می شتابند. هر یک آنها به او دست دراز می کنند و می گویند: ای مرد، دستت را بده تا تو را نجات دهیم. ولی خسیس به آنها دست نمی دهد. مردم اصرار می کردند که ای مرد، دستت را بده تا نجاتت بدهیم، وگرنه هلاک می گردی. خسیس همانا یک روی می کرد. حکیم در آنجا حضور داشت و به خسیس نزدیک شد و گفت: ای مرد، دستم را بگیر تا نجاتت بدهم. خسیس لحظه اندیشه نکرده دستش را به او دراز کرد. حکیم مرد را از آب برون کرد. مردم حیران شدند و از حکیم سوال کردند: ای حکیم، در اینجا چه حکمتی است؟ حکیم گفت: شما او را نمی دانید. او خسیس است و بده را نمی فهمد. شما به او گفتید که دستت را بده تا تو را نجات دهم. باید چنین می گفتید: دستم را بگیر تا تو را نجات دهم. ببینید خسیسی انسان را تا به کجاها برده می رساند. تا صحبت دیگر، خداحافظ.